سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده محکوم به زندان شدند. چرا یک هفته باز جسد نوالنی را به نزدیکانش نمیدهند؟ شرطنامه مقامات با مادر مخالف سرسخت پوتین. میتینگ و راهپیمایی به طرفداری از رستم امامعلی در دوشنبه و استرافشان. در روشقلعه پلنگ وحشی 18 سرچاروا و یک ساکن دیه را نابود کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 فوریه سال 2024 بررسی پرونده پر سر و صدای مؤلف کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده، محرر این کتاب عبدالقادر رستم و ناشر آن مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده را به پایان رسانده، آنها را بر اساس قسم دوم ماده 189 کودکس جنایتی تاجیکستان در برانگیختن کینه و عداوت اجتماعی از جانب گروه شخصان گناهکار شناخته است. دادگاه عالی تا کنون در این باره خبری رسمی نشر نکرده است، ولی منابع آگاه بامداد خبر دادند که با حکم دادگاه عبدالخلیل خالقزاده به 6 سال و 6 ماه زندان، عبدالقادر رستم به 4 سال و 6 ماه زندان و سهراب رجبزاده به 1 سال زندان محکوم شدند. این پرونده را دادستان کل تاجیکستان ماه آگوست سال 2023 آغاز کرده در اول ماه ژانویه سال 2024 به دادگاه عالی سپرد و بررسیش 19 ژانویه آغاز یافت. هرچند پرونده مور مخفی نداشت، ولی دادگاه عالی مرافعه را در تالار سزای رقم 1 برگزار کرد و به خبرنگاران و نمایندگان جامعه به دلیل رژیم مخصوص بازداشتگاه اجازت اشتراک در آن را نداد. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی در نشست خبرش اعتراف کرد که این پرونده مخفی نیست، ولی به سبب نبودن تالار مناسب مرافعه‌اش در بینای سزا و به شرکت اهل جامعه می‌گذرد. منتقدان و مخالفین حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی‌پرده به آزادی بیان بین هم در تاجیکستان خیلی محدود شده است نامیده محکوم می‌کنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادش از فضای امروزه کشور به خصوص از فشار به سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و به یک مریض فراگیر تبدیل یافتن کروپسیا در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد. برخی منابع بازداشت مؤلف و محرر و ناشر حوادث روزگار من را با وجود مبارزه ها در دالان‌های حکومت و نزدیکی عبدالخلیل خالقزاده با دو وزیر قدرتی، رئیس کمیته امنیت ملی سید مومن یتیموف و وزیر داخلی رمضان رحیمزاده ربط می‌دهند. بنا به اطلاع دریافتی خالقزاده با عبدالمومن نام برادر یتیموف تجارت مشترک داشت و آن قصه‌ای که سبب جنجال و در نهایت حبس او شد در کتاب از قول رحیمزاده نقل کرده شده است. پرزیدنت امریکا جو بایدن روز 22 فوریه سال 2024 با همسر و دختر الکسی نوالنی مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین که هفته پیش به طور مرموز در سن 47 در زندان روسیه ففتید دیدار کرد. در این باره بایدن پس از ملاقات با یولیا و داریا نوالنی زوجه و دختر الکسی نوالنی در شبکه ایکس خبر داد. امروز من برای اظهار همدردی خود را بیان کردن در رابطه با تلفات فوجیه باری که یولیا و داشا نوالنی نزدیکان الکسی نوالنی مواجه شدند با آنها واخوردم، نوشته است بایدن. ضمن این واخوری پرزیدنت امریکا به آنها تسلیت داد و افزود که آن جسارتی که در الکسی بود به این دو زن و آن نفرانی که در سراسر روسیه برای ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می‌برند به میراث گذاشته است. شبکه تلویزیونی CNN می‌نویسد که پس از واخوری با همسر و دختر نوالنی، جو بایدن وعده داد که نسبت به پوتین در رابطه با مرگ نوالنی تحریم‌های شخصی جاری خواهد کرد. بایدن تاکید کرد که محض پوتین به مرگ نوالنی گناهکار است. این در حالی است که با گذشت اینک یک هفته از مرگ الکسی نوالنی مقامات روسیه جسد او را تا حال برای گور و چوب به نزدیکانش ندادند. تنها با پایفشاری‌های زیاد جامعه روسیه که نزدیک به 85,000 نفر خواستار تحویل جسد شده بودند و پس از مراجعه ویدیویی مادر الکسی نوالنی به پوتین، مقامات روز 22 فوریه سال روان لودمیلا نوالنی
مادر الکسی را به طور پنهانی به سردخانه که جسد نوالنی در آنجا نگهداری می شود برده جسم بیجان فرزندش را نشان دادند. مادر الکسی نوالنی، لیودمیلا نوالنایا، در ثبت ویدیویی که در یوتیوب نشر شد نقل می کند که او را بگاه روزی 22 فوریه پس از یک روی بی اندازه و زیاده از یک شبانه روز در بنای کمیته تفتیشات در سالخرد سپری کردنش به طور مخفی به سردخانه‌ای که جسد فرزندش نگهداری می شود بردند. در سردخانه به او گفتند که اول به حجتی که مرگ طبی نوالنی را تصدیق می کند امضا گذارد، پس جسد فرزندش را نشان می دهند. او به این سند امضا کرد و نایل به آن می شود که جسد سرد فرزندش را یک بار ببیند. ولی مفتشان روس برای دادن جسد نوالنی به مادرش یک چند شرط گذاشتند. مفتشان روس به مادر الکسی گفتند که در کجا و کی به کدام شکل گذرانیدن مراسم به خاکسپاری او را انیق می کنند. در صورت دیگر جسد به او داده نمی شود. مقامات از من می خواهند که گور و چوب پسر من به طور مخفی به مراسم ویدا باید صورت بگیرد. آنها قصد دارند مرا به یک گورستان برند و یک گور تازه را به من نشان دهند و بعداً بگویند که اینجا پسرت خوابیده است. من به این راضی نیستم، چون میخوام برای شما که الکسی خیلی عزیز بود و مرگ او را شما همچون فاجعه شخصی پذیرفتید امکان خداحافظی با جسد او را داشته باشید. میگوید مادر نوالنی. از این نیاز من به نیرنگ های آنها راضی نشده به جسد الکسی بنا را ترک کردم و سبب ثبت این ویدیو هم این تهدیدها از سوی مقامات است. به گفته سخنگوی نوالنی کیرا یرمش، مفتشان از مادر الکسی طلب کردند که مراسم به خاکسپاری باید به طور پنهانی در جای خلوت و به اشتراک شخصان بیگانه بجز از اعضای خانواده صورت گیرد. ولی تا به حال مادر الکسی به این درخواست مقامات راضی نشده است و طلب کرده است که جسد فرزندش به قید و شرط باید به او داده شود. در جواب به این طلب مادر نوالنی مفتش کمیته تفتیشات روسیه تهدید کرده است که هنگام به این قید و شرط راضی نشدند با جسد فرزندش یگان کار میکنند. در حالی که مقامات روسیه بر سر تحویل دادن جسد بیجان نوالنی با مادر او در بحثند، همسر الکسی یولیا نوالنایا با پخش یک ثبت ویدیویی 19 فوریه از دوام دادن روی شوهرش صدا بلند کرد. در این برآمد خود که تحت عنوان من روی او را ادامه خواهم داد در صفحه شخصی ایکسش پخش شد، یولیا نوالنایا ادعا کرد که همسرش را پوتین کشته است و پوتین باید به همه اعمالش جواب بدهد. در پایان سخنرانیش همسر الکسی از جانبداران شوهرش دعوت کرد که مبارزه برید و هرگز تسلیم نشوید. من نمیترسم و شما هم باید از این چیز نترسید. الکسی نوالنی رهبر زندانی مخالف حکومت کنونی روسیه و یکی از چهره‌های نمایان مبارزه ضد فساد و ضد رژیم پوتین که در محبس پالیارنی ولک حوزه مختار یمال نینسک ادای حکم میکرد، صحنه 16 فوریه سال 2024 در زندان به طور مرموز جان خود را از دست داد. الکسی نوالنی مگی 47 سال داشت. پژوهشگاه امور جهانی شویتزاریا روز 21 فوریه سال 2024 در یک مطلب اختصاصی درباره مذاکرات مخفی مقامات تاجیکستان با نمایندگان گروه تندرو طالبان که سال 2021 حکومت را در افغانستان به دست آوردند خبر داد. بنا به اطلاع این منبع مذاکره ها با تشبث جانب تاجیکستان ماه نوامبر سال 2023 آغاز یافته. گویا جانب تاجیکستان به طالبان از بین بردن جماعت انصارالله و به دوشنبه سپردن اعضای این گروه مخالف مسلح حکومت کنونی تاجیکستان را تقاضا کرده است. اما نمایندگان طالبان به مقامات تاجیک استفاده روی مذاکرات با این گروه مخالفش را مشورت داده گفتند که می توانند بین حکومت تاجیکستان و انصارالله نقش میانرو را اجرا کرده این مذاکرات را برپا کنند. اعضای انصارالله در گذشته در کنار جنگجویان گروه طالبان به ضد نیروهای حکومت قبلی افغانستان و حامیان آن از ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا و پیمان حربی ناتو می جنگیدند. در دوشنبه تا حال خبر مذاکرات مخفی با طالبان را شرح ندادند. به طور رسمی مقامات تاجیکستان با رژیم نو طالبان همکاری ندارند و طالبان همیشه دوشنبه را به پشتیبانی آشکارا از نیروهای ضد طالبان عیبدار میکنند. انصارالله یک گروه جهادی است که سال 2006 از جانب شهروند تاجیکستان امرالدین تبارف که سال 2015 در افغانستان کشته شد سازمان یافته است. این گروه در پی برانداختن حکومت کنونی تاجیکستان است، چون که آن را
لخته که دست روسیه می شمارد و می خواهد به جای آن یک حکومت اسلامی را روی کار بیارد. معلومات نیز وجود دارد که انصارالله با القاعده رابطه دارد. طالبان حضور اعضای انصارالله و دیگر جهادیان خارجی را در خاک افغانستان رد می کنند، ولی دلیل های ردناپذیر حضور اعضای انصارالله در شمال افغانستان را ثابت می کنند و این را در صحبت‌های انفرادی نمایندگان طالبان هم تصدیق می کنند. بنا به حساب‌ها شماره اعضای مسلح انصارالله در افغانستان از ده‌ها تا صدها نفر را تشکیل می‌دهد، هرچند برخی منابع ادعا دارند که آنها چند هزار نفرند. به گفته یک طالب از جریان آگاه، در ملاقات ماه نوامبر سال 2023 با در نظر داشت این حوادث، مقامات رسمی تاجیکستان در اول از طالبان استرداد اعضای انصارالله را که قریب همه شهروندان تاجیکستانند طلب کردند، اما طالبان تقاضای استرداد را همچون یک کار ناشدنی که به حل مسئله مساعدت نمی کند رد کردند. به جای این طالبان پیشنهاد دادند که می توانند به مذاکرات صلح بین حکومت تاجیکستان و انصارالله مساعدت کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. روز 21 فوریه سال 2024 با اشتراک قریب 10,000 نفر در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه راهپیمایی و گردهمایی به طرفداری از رستم امامعلی دایر شده است. شعبه اطلاعات دستگاه رئیس شهر دوشنبه با نشر چند عکس از شورابینی خبر داد که با ابتکار شهرداری دوشنبه از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش پایتخت با مقصد هم‌آوازی و جانبداری جوانان و ورزشگران و ساکنان کسب و کار گوناگون پایتخت آید و پیشنهاد پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی وابسته به اعلان روز جوانی فوتبال طریق قبول قطعنامه مخصوص از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جلب نزدیک به 10,000 نفر همایش و راهپیمایی برگزار کرده شد. بنا به اطلاع رسمی، همایش در نزد نوروزگاه دوشنبه و راهپیمایی از نزد شرشره نوروزگاه طریق خیابان حافظ شیروزی تا پول موشینگرد برگزار شده است. در این همایش و راهپیمایی اشتراکچیان با روح و الهام بولیده اشتراک نموده از پیشنهاد رستم امامعلی وابسته به اعلان روز جهانی فوتبال جانبداری کردند. در همین حال دفتر مطبوعات شهرداری استرافشن خبر داد که روز 23 فوریه سال 2024 در استرافشن نیز با اشتراک 1000 نفر و به نشان هم‌آوازی و پیشنهاد رستم امامعلی در مورد اعلان روز جهانی فوتبال راهپیمایی آسایشته دایر شده است. گفته می شود راهپیمایان با عکس‌های امامعلی رحمان و رستم امامعلی و شعار آویزه ها توسط خیابان اسماعیل سامانی راهپیمایی کرده در میدان نشان دولتی جمع آمدند. در اینجا شهردار استرافشن احمد مامورزاده سخنرانی کرده هم‌آوازی جوانان و ورزشگران استرافشن از پیشنهاد رستم امامعلی قابل دستگیری خوانده است. دفتر مطبوعات شهرداری استرافشن گفت همایش با سرود و آهنگ‌های وطن دوستانه جمع بس گردید. یادآور می‌شویم رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان و شهرداری دوشنبه رستم امامعلی که همزمان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی نیز است، روز 9 فوریه سال 2024 با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که نقش فوتبال را در سطح جهانی اعتراف نموده طریق قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل یک روز را رسما روز جهانی فوتبال اعلام کنند. در حال حاضر با پیشنهاد سازمان ملل هر سال روز 10 دکامبر همچون روز بین المللی فوتبال تجلیل کرده می شود، ولی این عید رسمی نیست. برخی تحلیلگران به جنبه سیاسی و هم پیشنهاد رستم امامعلی و هم برگزاری همایش و راهپیمایی به طرفداری از او اشاره می کنند و آن را به انتقال قریب الوقوع کرسی رهبری اول تاجیکستان از پدرش امامعلی رحمان به رستم امامعلی ربط می دهند. این نقشه انتقال قدرت چندین سال باز در دست بررسی قرار دارد، ولی هر دفعه به دلیل‌های مختلف به عقب انداخته می شود. مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به ملاقات قسم نوبرداری این نهاد خبر داد که صبح بر وقت 22 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 0:53 یک پلنگ وحشی به عقل ساکن دهه
سیج نویه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان در اومده به چاروای خونگی در افتاده است. در نتیجه حیوان وحشی 18 سر چاروای خرد را نابود کرده است. در گذشته هم از حمله پلنگ برفی در دهات کوهستانی بدخشان خبرها به دست می رسید. چون این حمله های حیوان وحشی مخصوصا پلنگ و گرگ و گاه و حتی خرس به ساکنان این ولایت بلندکوه به ویژه در فصل سرما که جستجوی غذا برای حیوانات وحشی مشکل می شود و آنها مجبور می گردند که در جستجوی صید از کوه پایین فرآمده به محله های اهالی نشین نزدیک شوند. بیشتر به مشاهده می رسد. از جمله شب 6 نوامبر سال 2023 در دهه سپنج جماعت برتنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان پلنگ وحشی به اوغلهای مردم حمله کرده بیش از 30 سر چاروای خرد ساکنان برتنگ را درانده نابود کرده بود. همین طور شب 5 نوامبر سال 2023 یک پلنگ برفی به چاروای خانگی یک ساکن دهه نمجراج جماعت دیوات توسیان نویه روشقله حمله کرده 14 سر مال میده از جمله 9 سر بز و 5 سر گوسفند را کشته است و یک سر گوساله را زخمی کرد. شب 3 مارس سال 2022 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه یک پلنگ برفی به چاروای خانگی در اوغل یک ساکن دهه انبه جماعت برواز نویه روشقله حمله آورده 6 سر چاروای خرد را نابود کرده بود. همین طور صبح 23 فوریه سال 2022 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه یک پلنگ برفی به اوغل یک ساکن جماعت برواز نویه روشقله وارد شده به چاروای داخلی آن حمله کرده بود. این درنده 20 سر چاروای خرد را درانده و یک سر چاروای کلان را معیوب کرد. همچنین صبح بر وقت 20 اکتبر سال 2021 تقریبا ساعت 04:00 دقیقه یک پلنگ برفی به اوغل یک ساکن جماعت زانگ نویه اشکوشم حمله آورده 31 چاروای خرد را نابود کرد و 2 سر چاروای کلان و 8 سر چاروای خرد را زخمی کرده بود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 فوریه سال 2024 بحث 2 جوان از کوچه اسپیچک با اتهام می دوباشی خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده از جانب کارمندان میلیشیا در اساس مراجعت و نوار ارسال کرده یک ساکن پایتخت برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی شهروند اشورف محمد شاه سال تولدش 1995 و شریپوف احسان سال تولدش 1990 استقامت کنندگان شهر دوشنبه کوچه اسپیچک دستگیر کرده شدند. میلیشیا گفت ضمن سنجش معین گردید که نام بردگان صحنه 9 فوریه سال جاری هنگام در کوچه اسپیچک قرار داشتنشان به یگان اساس جوان به میلیشیا مراجعت کرده را با الفاظ قبیح دشنام و حقارت نموده با او مناقشه کرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت اشورف محمد شاه و شریپوف احسان طبق طلبات ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دوباشی پروتکل‌های مأموری را ترتیب داده از جانب دادگاه نسبت هر کدام از آنها جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. خود اشورف و شریپوف یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه شمال سامانی با عریضه مرد 33 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 21 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 21:50 دقیقه هنگام در خانه استقامتیشان قرار داشتنش او را به یگان اساس پسر برادرش نابالغ 17 ساله ساکن همانجا دشنام‌های قبیح داده با استفاده کارد در دستش بوده به قسمت قفس سینه‌اش یک مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن شهر پنجکند صحنه 20 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه در کوچه لایق شیرالی با مرد 48 ساله ساکن شهر مذکور وخورده با بهانه آنکه فرزند خردسالش را لطکوب کرده است بحث و مناقشه کرده با مشت به طرف چپ روی جبر دیده زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شد. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گزاراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 51 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده اولهای سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 28 ساله ساکن پایتخت در آمده خود را صاحب کار معرفی نموده از جبر دیده در بنای نوبنیاد در مساحت
238 متر مربع خانه استقامتی را به مبلغ 99500 دلار امریکایی غیر قانونی گرفته وعده می‌دهد که در مدت 2 ماه مبلغش را برمیگرداند، اما گمان برشونده منزل استقامتی را به دیگر شخصان فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.